بچه‌ها جون، شما که الان دارید این ویدیو رو می‌بینید احتمالاً ویدیو گرم کردن رو دیدید و الان بدنتون آماده شده یا اون پست توی اینستاگرام رو دیدید و نتونستید حرکت پادمامایوراسانا رو توی اون توضیحات سریع من انجام بدید. پس بنابراین توی این ویدیو یه ذره مفصل‌تر، آرومتر، سر صبرتر میخوام بهتون جزئیات رو بیشتر بگم که اگر نتونستید با این ویدیو تمرین بکنید تا بتونید انجامش بدید. کاملا طبیعیه که اگر بدن شما آمادگیشو نداشته باشه یا تا حالا انجام نداده باشید یا براتون اجرای این تکنیک‌ها جدید باشه، یهو نتونید مثلا با بار اول در بیارید حرکت رو انجامش بدید، ولی با تکرار و تمرین این تکنیک ها میتونید که به تسلط برسید توی اجرای حرکت. خب ما گرم کردیم مچ دست، مفصل آرنج، کمر، لگن، پشت زانو، همه رو گرم کردیم، اومدیم توی پادما نشستیم، توی وضعیت پادماسانا لوتوس نشستیم و میخوایم بریم برای حرکت پادمامایوراسانا. کاملا از انتهای متتون قرار میگیرید، دستتون رو میارید رو به جلو، یه ذره زانوها رو میکشید بالا، یه تاپ به خودتون میدید که بیاید جلو، مثل وضعیت 4 دست و پا قرار بگیرید. توی مرحله اول که دستامون عموده به سرشونه، یعنی سرشونمون عموده به مچ دست، پنجه های دست میچرخه رو به داخل. همونطوری که توی ویدیو هم بهتون گفتم باید اینجا یه ذره انحنا بدید به پشتتون، یعنی اینجوری صاف بیاید پایین، کمرتون صاف باشه، نمیتونید حرکت رو اجرا کنید. اگه احساس کنید دستتون خیلی دوره، میتونید یه ذره نزدیک‌تر بذاریدش. پشتتون رو گرد میکنید، قشنگ سینه رو میکشید به سمت داخل، آرنجا رو خم میکنید به شکل وی، میارید میذارید دو طرف نافتون. حالا به مرحله میرسیم که باید لگن رو بکشید به سمت بالا. اوایل میتونید اینجوری تمرینش کنید. سرشونت رو که دادی رو به جلو، یه ذره پاتو بیاری بالا، برگردون. یعنی اوایل یهو پا نمیاد بالا بمونه، یه ذره بالا پایین، بالا پایین. میبینی؟ همینجوری هی باید کوچولو کوچولو پاتو بیاری بالا پایین، بالا پایین، بالا پایین. انقدر این کار رو تمرین بکنی که بتونی تعادل بین جلو اومدن سرشونه و بالا اومدن لگن تو پیدا کنی. پاتون یه ذره باز کنید، استراحت کنه در طول اینکه دارم توضیح میدم. بچه‌ها حرکت پادمامایوراسانا یا کلا حرکتایی که ما قراره توی این وضعیت بکشیم بدنمون رو به جلو، سرشونه جلو، وزنمون رو بندازیم رو دستا و پاها رو از زمین جدا کنیم، یه حالت الا کلنگی داره. من همیشه به بچه‌ها اینطوری مثال میزنم که فکر کنید الا کلنگ بدنتون. این چیزی که این وسط مانع قرار میگیره توی شکمتون، مثل اون اهرم وسط الا کلنگه که یه نفر میره بالا، یه نفر میاد پایین. و حالا اگه اون دو نفر بخوان توی یک خط و یک راستا با هم بمونن، باید بتونن اون تعادل بین موندگاری وسط اون اهرم رو برقرار کنن. نمیدونم بچه که بودید اینطوری بازی میکردید یا نه که با هم دیگه توی یه خط بمونید. حالا وقتی ما میخوایم حرکت ها اینطور انجام بدیم، باید بتونیم این فشاره رو، این تعادله رو برقرار کنیم توی مرکز بدنمون. یعنی اون پوینتی رو که فشار دادی و احساس کردی که پام الان اومد با سرشونم توی خط قرار گرفت، باید حفظش کنی، پیداش کنی، بهش آگاه باشی و حفظش کنی. نکته مهم بعدی اینه که با وجود اینکه دستتون اینجا قرار گرفته، ولی نفستون رو حبس نکنید. دم و بازدمتون رو داشته باشید و به این چرخش فمورتون، سر استخوان لگنتون توی هیپ آگاه باشین که پا بتونه بیاد بالا. اوایل ممکنه چونتون خیلی بیاد پایین، سر خیلی بیاد پایین، پا بره بالا. دوباره تمرینش میکنیم. پس با آگاهی از این نکته هایی که گفتم، دوباره پا رو میندازی، به همون شیوه میکشی خودتو رو به جلو، دستا میچرخه، دم، میکشم سرشونم رو به جلو، بالا، پا رو هر چقدر که میتونی جدا میکنی. دیدید؟ همونطوری که اول ویدیو که من رفتم پامو جدا کردم یه ذره بود، بعد کنترل شده یه ذره آوردمش بالاتر،
یه ذره بالاتر، یه ذره بالاتر. کاملا طبیعیه که تو بارهای اولی که دارین تمرین میکنین یهو نتونین پا رو بیارید توی یک راستا، یا پا خیلی بیاد بالا تنه خیلی بره پایین. اگه اون تعادل رو نتونی برقرار کنی، گفتم چونت میاد به سمت زمین، حتی ممکنه لبت چونت زمین رو لمس کنه، پا خیلی بیاد بالا. اصل این آسانا اینه که بدن توی یک خط صاف باشه. حالا چرا من اول اون ویدیوم توی اینستاگرامم گفتم بهتره اول پادمامایوراسانا رو تمرین کنی بعد مایوراسانا؟ چون پا جمعه، ناخودآگاه راحت تر میتونه از زمین جدا بشه. ولی خب برای کسایی که نمیتونن پادمامایوراسانا بشینن، کلا شاید فقط همیشه بتونن مایوراسانا رو تمرین بکنن تا زمانی که بتونن پادما بشینن. حالا فرض رو برای میذاریم که شما اینو الان تونستی انجام بدی یا تکنیک‌هاشو الان یاد گرفتی و میخوای بری تمرین کنی تا بتونی انجامش بدی. برای خود حرکت مایوراسانا هم همینه، یعنی تمام وضعیت بالا تنمون شکل همون پادما مایوراساناه، فقط با تفاوتی که پامون توی این حرکت صافه. میچرخونم دوباره دستمون رو به داخل، آرنجا خم میشه، پشتم یه ذره گرد میشه، دستا وی شکل میفته دو طرف ناف. اول بالای زانو زمینه، بعد انگشتای پام میذارم رو زمین، زانو رو جدا میکنم، خودم رو هل میدم رو به جلو. بچه‌ها ببینید این انتقال وزن رو باید انجام بدید. میدی رو به جلو، تا پا بتونه کنده بشه، از زمین جدا بشه. بعضی این انتقال وزن رو انجام نمیدن، همینجا میمونن این شکلی، بعد هی پا رو میخوام بیارن بالا، اصلا کنده نمیشه این، و خودتو بدی رو به جلو تا پا سبک بشه. خب تمرینش کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما بعد از تمرین که کردید، حالا چون من یه بار نشون دادم دیگه، شما قراره برید 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار تمرین بکنید. حتما بعد از اینکه تمرینتون تموم شد، چون مچ دست توی این حالت و فشار زیاد بوده، بهش کشش بدید، استراحت بدید تا اذیت نشه. حتی بقیه قسمت‌های بدنتون هم میتونید یه کوچولو شیک کنید، بکشید، تا اینکه تمرین یوگا کردنتون فقط صرفاً حرکت زدن نباشه، آگاهانه تمرین کردن یک وضعیت فیزیکی باشه، برای اینکه ما به ذهنمون یاد بدیم وقتی جسم ما که یک کالبد سخت و سفته میتونه از اون چهارچوب خارج بشه، میتونه فراتر از تصورات ذهن ما پیش بره، پس ذهن ما توانایی انجام هر کاری رو داره. به هر چیزی که بخوایم با تمرین میتونیم برسیم. پس یادتون نره که هدف از انجام آساناهای به ظاهر عجیب غریب یوگا اینه که از چهارچوب ذهنی خارج بشیم. دوستتون دارم، بوس بهتون و خدا نگهدار.